سهم صنایعچیان ولایت سوخت بهر رشد ساحه صنعت به نظر است بوده. در این زمینه در سمت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار کارهای سودمند به انجام رسیده است. رشد صنعت و موفق شدن به قانع‌گردانی طلبات بازار جهانی سیمای مملکت را در عرصه بین‌المللی به طور مثبت معرفی می‌نماید. با در نظر داشته اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای نویکاری پی در پی برای رشد این ساحه در شهر خوجند تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. در این روند در کارگاه‌های استحصالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود فرتون کمپانی حجم محصولات استحصالی وطنی زیاد کرده شد. در کارخانه مشترک تاجیکی ترکی ارچه میبل با فعال گردیدن خط نو استحصال 50 نوع میبل به راه مانده شد که طلبات به محصولات از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر در داخل کشور زیاد است. تشبوس پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سمت صنعت کنانی کشور و اعلام نمودن سالهای 2022-2026 ساحه رشد صنعت از جانب صاحبکاران دستگیری همه جانبه یافته در سمت تطبیق هدفات دولت و حکومت کوشش به خرج آورده ایستاده ایم. در کارخانه ما همه نمودهای میبلی حاضر زمانه استحصال شده به استاندارد جهانی جایگاه است. همه نمودهای میبل در ساحه‌های تندرستی، معارف و فرهنگ با صفت اعلی استحصال کرده می شود. تجهیزات ها از دولت های خارجی آورده شده و نصب شده است. محصولات خام هم محصولات خام وطنی و همچنین محصولات ها از خارجی از اینچنین دولت های ترکیه، روسیه، خیتای و ازبکستان آورده شده وارد شده و کار کرده می شود. در استحصالات به همه کارمندان شرایط مهیا کرده شده است و برای کارمندان بهترین قدردانی به مانند مکافات ها و همچنین به آسایشگاه فرستاده می شود. در کارخانه مشترک تاجیکی ترکی ارچه میبل تجهیزات‌های معاصر از دولت‌های ایتالیا، ترکیه، خیتای وارد و نصب کرده شده. اشیای خام وطنی و خارجی کشور امثال ترکیه، روسیه، خیتای، ازبکستان دسترس و کار کرد می شود. با استفاده یکچند نمود اشیای خام از جمله چوبی درخت چهارمغز، ارچه نوع ساسنا، قبر و پروفیل‌های آهنی، پلاستماس، متا و چرم میبل‌های گوناگون استحصال می‌گردد. همچنین میبل‌های کارخانه به مؤسسه‌های تا مکتبی، تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی، مؤسسه‌های ساحه‌های فرهنگ و تندرستی دسترس می‌شوند. در کارگاه ارچه میبل برای 52 نفر کارمند هم در جریان کار و هم فارغ از کار تمام شرایط معیشی و فراغتی فراهم آورده شده است. شرایط عموما از طرف رهبریت باشد برای دستگیری جوانان، عموما برای کارگران، نه بلکه کارگران زنها در قطر ما زنهای هم هستند، برای زنها مردها همه طرفه دستگیری که میشه، ماشین خدمت رسانی، اوقات نسبی روزیگر. ما میnnetدار هستیم از رهبرا، همچنین از رهبرای جمهور از ولایت، از رهبرای کارخانه ما میnnetدار هستیم که ما دستگیری میکنند، سر وقت معاش ما تامین ایستاده‌اند. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه فرعی فرتون کمپانی که با برند ارچه فعالیت میبرد استحصال درهای بین حجروی به راه مانده شده است. طور اطلاع داده شد متخصصان از دولت ترکیه به کارمندان کارخانه مذکور که 75 نفر را تشکیل میدهند تمام نازکی ها و طرز و اصول های نو در استحصال میبل را آموزانیده اند. تجهیزات کارخانه فرعی فرتون کمپانی از دولت های ترکیه، ایتالیا، خیتای وارد و نصب کرده شده. اشیای خام از فدراسیون روسیه، ترکیه و خیتای دسترس و کارکرد می شود. باید گفت که کارخانه مشترک ارچه میبل و کارخانه فرعی فرتون کمپانی با سرمایه صاحبکاران تاجیک و ترک سال 2018 تأسیس داده شده. امروز نامگوی میبل های استحصال شونده به 400 رسیده است. محصولات استحصال وطنی در 30 نقطه سودای حدود کشور، شهر و ناحیه های دوشنبه، خوجند، کانی بادام، اسفره، استراوشان، سپیتامن، قرغانتپه، خاروخ، یاوان، حصار، باختر، ترسونزاده به فروش گذاشته شده است.